این تیکسنه گل خودم. آقا چه خبر؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از کانال من. بچه ها امروز ویدیوی آشپزی داریم. میخوایم ساندویچ ژامبون درست کنیم. بعد وسایلش اینجا هست، الان درست میکنیم و هم تست میکنیم ببینیم چجوریه. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله نوتیفیکیشن فراموش نشه و توی کامنت ها بگین برای دفعه بعد چی رو درست کنم. ما در اینجا یه سس داریم، تبلیغ نشه، یه سس داریم، یه دونه خیارشور داریم، یه دونه نون باگت داریم، یه دونه ژامبون داریم، یه دونه چاقو داریم. چاقون طلایی حال میکنی مال ویدیوها. یه دونه کاسه داریم. کاسه مال چیه؟ مال خیارشوره. خیلی خب ما در اینجا نونمون رو وا میکنیم. بچه ها توی ویدیوهای یعنی توی کامنت ها بگیم برای ویدیوهای بعدی چی درست کنم. لای نونمون رو وا میکنیم. بچه ها تلویزیون داره رضا پیشرو پخش میکنه. خب با کاسه‌مون نونمون رو صاف میکنیم. خیلی خوب نونمون رو وا کردیم. ما ژامبونمون رو وا میکنیم. ژامبونمون وکیوم شده، معلوم نیست چجوری باید باشه. بچه توی تابستون از وایب جدیدی با ویدیوهای کانال من آشنا میشین. کلی رفتم وسایل خریدم، یه اتاق درست کردم، مثلا اتاق گیمینگ خوشیه. با امتحانات چیکار میکنی؟ میدونم امتحانات یه جایی همتون رو پاره کرده. وا میکنی YouTube. This is not disease. This is a making card. پدر مادر عوضی. باش نره تو چشمون خوبه. ای تو باش چیز دورشو وا کردم. خیلی خوب. آخ اصلا دستم درد گرفت بچه ها، دستم درد گرفت. وایسین یه دقیقه. خیلی خوب با این وا میکنیم. ما این که اصلا وا نمیشه. اوی تو روح بابا. دستم پوفیوز خیارشور. دلت نخواد.
خیارشور خوشمزه. خیلی خوب، ما باید کف نونمون رو با قاشقی که در اختیار نداریم یه در قاشق بیارم. قاشق در سسمون رو وا میکنیم. چه تو خوب وا شدی. بچه سس زیاد نخورین، خوب نیست به خدا. سس اصلا خوب نیست. به سلامتی خودتون رحم کنین یه ذره. اصلا سس بخورید ولی کم بخورید. فردا امتحان علوم دارم. ریخ زنید. خیلی خوب. سس اصلا خوب نیست. اصلا سس خوب نیست، نخورید. کف نونمون رو سسمالی میکنیم. به این صورت. من یه ذره دوربینو بیارم پایین. آها، نونمونه. قشنگ کف نونو و سسمالی کنی. قاشقمون رو میذاریم اینجا. صورت من رو میبینی؟ خیلی خوب. ما اینجا به کالباس خشک 90% احتیاج داریم. خوشمزه است. کالباسامون رو میذاریم به مقدار دلخواه. من 5 کالباس گذاشتم، بقیهش میمونه. خیلی خوب. میبینین تو این ویدیو اینجوری میکنن؟ من اینجوری بلد نیستم. بچه تلویزیون دورچی میده. خیلی خوب. با چاقویی که this is not this is خیارشورمون رو نصف میکنیم. ای تو روحه چقدر چیزه رفت تو دستم. هی نکن. چجوری میبره چاقو؟ یعنی اینجوری میبره به این ضخامت، یعنی اینجوری میبره به این ضخامت. توف تو زندگی. خیلی خوب. یس یس. بچه هیچ وقت خیارشورا رو یه ور نریزین، چون بس کل ساندویچتون نمیرسه. یه ورش مثلا خیارشور داره. اینو نگاه کنی شبیه حلزونه. ASMR. خیارشوراش بسته فکر کنم. بچه خودتون خیارشورایی که درست میکنین رو دوست دارین یا خیارشورایی که بیرون میخرین؟ تو کامنت ها بهم بگین. کامنت گرفتم به سبک امروزی. این در سس بود. در سس. این در قاشق. این در قاشق یا اول فصل. این مال قاشقه. ما خیارشوره. کالباس رو برم مشنبه بیارم بذارم تو مشنبه. در ساندویچمون رو میبندیم.
حالا بریم ببینیم چی شده. خیار شروع شد داد. نصرت وارانه فقط به سفره نخوره، سفره رو پاره میکنه. رخ داره این. خیلی خوشمزه شده. با چی میچسبه به نظرتون؟ واسیم من مثلا بشورم. ویدیو چند دقیقه شد؟ ویدیو 10 دقیقه و 54 ثانیه. خیلی خوب. به نظرتون با چی میچسبه این؟ بچه ها مشابه صدا میده. گوش کنی؟ کو میکروفونش میشنوی صداشو؟ با این میچسبه. فکر نکنین چیزی ها، دلستره به خدا. نه اینم رنگش. لیوانم بنتن حال کردیم. این کلاس سوم بهم جایزه دادن. بکنین چند سالشه این الان؟ بر پدر مادرت صلوات. خیلی خوب. نوشابه زیاد نخورین، خوب نیست. من اینو میذارم اینجا بعدا نخورم. خب ببریم ظرفمون رو. ظرفایی که کثیف کردیم رو بزنیم اینجا. نظرم اینم رو از رخ کارمون برم یه مشنبا بیارم. فقط مشنبا کجا بیارم؟ مشنبا دارم. یعنی مشنبا میاریم در اینجا رو میبندیم. ژامبونای خشک دودیمون رو میذاریم تو کیسه فریزر و وکیومش کنیم. من وکیومش کنم. خیلی وکیومش کردم. میپیچونیم درشو. هم از این میاد اینجا. آشغالامونو میبریم بذاریم سطلاش ها. بچه خیلی ممنون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. این هم شد از نهار امروز من. هیچکی خونه نیست، من نهار درست کردم خودم. مامانم بیاد از خشک دارم میزنه. آره خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگرم دوست داشتید پارت دیگه از غذا درست کردن خودم رو میذارم، ولی توی کامنت ها بگین چه غذایی درست کنم. هر کامنتی که بیشترین لایک رو بگیره من همون غذا رو درست میکنم. فعلا خدا نگهدار.